اسم چلومی خداوند الحکیم است، الحکم الحکیم، و معنای داوری مطلق و بی همتا. الله متعال در روز آخرت میان بندگانش داوری میکنه. در دنیا به توسط وحی میان بندگان داوری میکنه و در آخرت به علم خود آنچه که مردم در میان خود اختلاف دارن داوری میکنه. حق مظلوم از ظالم میگیرد. الحکیم صاحب حکمت است، از بیهوده‌کاری منزه است، چیزی را به هدف نیافریده. هیچ چیزی را خدا بدون هدف و فایده نیافریده و قانون را به دلیل تشریع نکرده. وقتی که برای ما قانون داده بدون دلیل نیست و همه چیز را با دقت و نظم آفریده. هر آن چیزی که در دنیا دیده می شود، هر مخلوق و هر جهان و هر کهکشانی که آفریده شده از خود دارای نظم دقیق. در آفرینش او برای الله خلل وارد نشده و نه بینظمی. در شریعت اونوز هیچ گونه، در شریعت الله متعال هیچ گونه تناقض یا تضاد وجود ندارد. پس بر بندگان واجب است که در همه امور خود به شریعت خداوند متعال رجوع کنند و بر اساس آن میان خود حکم کنند. ببینید، شرعیت و قانون خدا